محترم دکتر، وقتی که بالای یک مردم آفت طبیعی می آید، آن مردم باید چیکار کنند؟ از نگاه اسلامی چی گفته شده است؟ یعنی یک مسلمان باید چیکار کند؟ چون که این در سرنوشتش نوشته شده است، در تقدیرش بوده است. من پیش نیز در این باره گفته بودم. هر وقتی که به سر مردم بلای طبیعی می آید، این دو حالت دارد. این یا یک امتحان است و یا یک جزا است. اگر این یک جزا باشد، همان گونه‌ای که در سوره هود آیت 82 گفته شده است، الله پاک می‌فرماید که آن سرزمین را زیر و رو کردیم، یعنی قوم لوط را، و بر آن شهر باران از سنگ‌های از سجیل پی در پی بارانیدیم. خوب، این یک جزا بود. پس اگر این یک جزا باشد، باید شخص یعنی مسلمان باید از خداوند طلب مغفرت کند و توبه بکند و آن کار را دیگر اجرا نکند، آن گناه را دیگر نکند و وعده بدهد که این گناه را دیگر نمیکند و اگر جبران گناهش را داده تواند پس بدهد و از الله طلب مغفرت بپرسد. و اگر این یک امتحان باشد، چگونه ای که الله پاک در سوره بقره آیت 155 میفرماید، البته شما را امتحان میکنیم با چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و زیان مالی و با فرا رسیدن مرگ و پاداش آن را بر صبر کنندگان خواهیم داد. همچنین در سوره بقره آیت 156 میفرماید، کسانی که چون مصیبت به آنها رسید گفتند ما از آن خدا هستیم و به نزد او باز میگردیم. پس این سخنها برای آن مردم است که وقتی به سرشان یک آفت طبیعی می آید باید ببینند که آیا گناهی کرده ایم. اگر کرده باشند باید زود به اصلاح آن بپردازند و اگر یک امتحان باشد باید صبور باشند، صبر بکنند و الله پاداششان را میدهد. و اگر کسی وفات میکند از آفتهای طبیعی باید بگویند که انا لله و انا الیه راجعون. قرآن برای ما این را میفرماید، یعنی هر کسی که وفات میکند باید ما این را بگوییم ما از آن خدا هستیم و به نزد او باز میگردیم. همچنین الله در سوره توبه آیت 51 میفرماید، بگو مصیبت جز آنچه خدا به ما مقرر کرده است به ما نخواهد رسید. او مولای ماست و مؤمنان بر خدا توکل کنند. اینچنین در سوره 64 آیت 11 الله پاک میفرماید، هیچ مصیبت به فرمان خدا به کسی نمیرسد. و همچنان در سوره الزمر آیت 10 میفرماید، حقیقتا به صبر کنندگان مزدشان پره و به حساب داده می شود. اینچنین در سوره بقره آیت 153 الله پاک میفرماید، ای کسانی که ایمان آورده اید، در همه کارتان از الله به صبر کردن و دشواری و مصیبت ها و ترک معصیت و گناه ها و صبر کردن به طاعت ها و نزدیک شدن به الله و بر نماز که با آن نفس آرامش می‌یابد و از کار بی‌حیایی و فعل بد انسان را باز می‌دارد، مدد جویید که الله با صبر کنندگان است. پس هر کسی که صبور باشد الله پاداشش را می‌دهد. همچنین حدیثی هست در صحیح مسلم کتاب 4 تحت رقم 7138 پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته است، کسانی که ایمان دارند وقتی که یک مصیبت یعنی یک آفت طبیعی به سرشان بیاید، اگر آنها صبور باشند صبر میکنند که آن حل شود و اگر یک اتفاق خوب در زندگیشان بیاید آنها از خداوند سپاسگزاری میکنند و در آخرت برایشان پاداشی است. پس هر وقتی که یک بلای طبیعی اتفاق بیفتد، اگر دیدند که گناه کردند باید بفهمند که چیکار کنند، یعنی توبه بکنند و اگر که دیدند که پاداش صبرشان است باید سجده شکر بجا بیارند، از الله سپاسگزاری کنند. همان گونه‌ای که الله تعالی گفته است، هر وقتی که مشکلی به سرتان آمد از الله کمک بخواهید و صبور باشید و الله بیشک صبر کنندگان را دوست می‌دارد. جزاک الله خیر.